اگه دوست داری یه کیک درست کنی که هم خوشمزه و شیک باشه، هم دردسر خامه کشی نداشته باشه، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. اول آرد، بیکینگ پودر و پودر کاکائو رو با هم علب کنید و کنار بذارید. بعد تخم مرغ، وانیل و شکر رو هم بزنید تا کرم رنگ و کشدار بشه. روغن و شیر رو هم بریزید و در حد مخلوط شدن هم بزنید. حالا مواد خشکتون رو اضافه کنید و مخلوط کنید. کف قالبتون رو چرب کنید. مای کیک رو بریزید توی قالب، بذارید توی فر 170 درجه به مدت 35 تا 40 دقیقه. وقتی کیکتون پخته شد و یه مقدار از حرارت افتاد، از قالب جدا کنید و بذارید کاملا خنک بشه. برای درست کردن کرم وانیلی هم شیر، شکر و نشاسته ذرت رو با هم ترکیب کنید تا نشاسته کامل توی شیر سرد حل بشه. بعد بذارید روی حرارت و مدام هم بزنید. وقتی غلیظ شد، کره و خامه صبحانه رو بهش اضافه کنید، هم بزنید تا یک دست بشه و از روی حرارت بردارید. بعد کرم رو همونطوری داغ بریزید روی کیک کاملا خنک شده و کیکتون رو یه مقدار بذارید داخل یخچال. برای لایه آخر هم گاناش شکلاتی رو بریزید که دستورش رو براتون توی کپشن نوشتم. فقط حواستون باشه گاناش رو یه دفعه روی کیک نریزید که از لبه ها سریس نشه. در آخر هم کیکتون رو با پودر پسته تزیینش کنید. من توی پیجم کلی از این چیزای خوشمزه رو رایگان بهت آموزش میدم. دوست داشتی مهمون پیجم باش.